سلام، اینجا گاردن مامه و سوال این هفته اینه: تنباکو از کجا اومد؟ خب گیاه تنباکو اسم علمیش نیکوتیانا تاباکوم هستش که حدود 8000 سال پیش توی شمال و جنوب آمریکا کشت می شده توسط بومی های آمریکایی و بومی ها به صورت دود کردن و یا جویدن ازش استفاده می کردن. بیشتر استفاده های دارویی ذکر شده برای جای نیش حشرات، برای آسم. و دقیقاً از بعد از سفر کریستوف کلمب تنباکو کم کم به بقیه دنیا هم معرفی میشه. یه چیزی که راجع به شخصیت کریستوف کلمب جالبه اینه که خیلی وقتا اون خودش هم نمیدونسته که داره چی رو به بقیه دنیا صادر میکنه. صرفاً میدونید تصورم ازش چطوریه؟ بذارین اینجوری نشونتون بدم. هی خواستم بگم اینو تازه از بومیا گرفتیم، گفتم 2 تا کشتی ازش بار بزنن. چی هست حالا؟ هیچ ایده ای نداریم. بکنش 4 تا کشتی. منطقیه. البته بهتون بگم که دلیل اسم گذاری نیکوتین یا نیکوتیانا به خاطر شخصی هستش به اسم ژان نیکوت که توی قرن 16 میاد تنباکو رو وارد دربار فرانسه میکنه، به این شکل که برای دردهای میگرن ملکه کاترین بهش تنباکو میده و از همونجا تنباکو توی دربار فرانسه خیلی طرفدار پیدا میکنه و در نهایت هم گیاه تنباکو به اسم این آقای ژان نیکوت نامگذاری میشه. تنباکو دقیقاً از بعد از ورودش به اروپا اول به شکل پودر و اسنف کردن استفاده می شده، بعد کم کم به شکل پیپ، بعد قلیان، بعد از یک مدتی هم خب سیگارهای دستی میاد. ولی دقیقاً اوجش کی میشه؟ از قرن 19 که خب عصر صنعتی شدن بوده و دستگاه تولید انبوه سیگار ساخته میشه و به همین خاطر سیگارها و به صورت کلی تنباکو قیمتش میاد پایینتر و دسترسی ها بهش بیشتر میشه. یعنی عملاً هر قشری میتونه دسترسی داشته باشه به سیگار. همزمان با تولید انبوه سیگار کبریت های فسفوری هم وارد بازار شده بود و خب راحت تر کرده بود سیگار کشیدن رو. از اتفاقات مهم دیگه هم که تنباکو توشون نقش داشته، به جنگ داخلی آمریکا میتونیم اشاره بکنیم که شمال و جنوب با هم دیگه درگیر میشن. جنوب آمریکا بیشتر محل کشت پنبه و تنباکو و فکر میکنم ذرت بوده، نیاز داشته به برده های ارزون. دقیقاً از کی وارد ایران میشه؟ از قرن 17 و توی ایران هم شکل عمده مصرفش به صورت قلیون بوده. شاه عباس صفوی اول به شدت باهاش مخالف بوده، اما در نهایت نمیتونه جلوی مردم رو بگیره، چون چیزی که مشخصه ما توش خیلی خوب بودیم توی کل تاریخ اعتیاد بوده و خیلی همه‌گیر میشه تنباکو و مصرفش و خدا مردم کم کم شروع میکنن به کشت تنباکو. اگر که یه مقداری حالا توی عکس های مربوط به قاجار حالا باز بیشتر یا حتی نقاشی های قدیمی تر نگاه بکنید، ببینید که همیشه بساط قلیون بوده و جزوی از تدارکاتی بوده که صاحب خونه اصلا برای مهمونهاش در نظر میگرفته. و جدا از همه اینها هم راجع به قیام نهضت تنباکو ما توی کتاب هامون خونده بودیم و همین مسئله نشون میده که مردم به خودی خود چقدر به تنباکو اهمیت میدادن، خیلی زیاد اهمیت میدادن. توی اروپا دقیقاً از بعد از جنگ جهانی اول تبلیغات برای سیگار بیشتر و هدفمندتر میشه. مثلا شرکت مارلبورو از دهه 1920 به صورت اختصاصی روی زنها فوکوس میکنه و با شعار مایلد از می، یعنی لطیف مثل ماه می، تمرکز خودش رو میذاره به صورت اختصاصی روی زنها و یه جورایی این سیگار کشیدن رو اینطوری نشون داد که این کاریه که زنهای مستقل انجام میدن، زنهای جدید انجام میدن. این کلمه نیو وومن یا زن جدید یک کلمه هستش که این رو به خاطر نگه دارین چون بخش از تاریخ هست. تقریبا میشه گفت از آخرای قرن 19 و اوایل قرن 20 جنبش های فمینیستی شروع شده بود تحت عنوان زن جدید و از جنگ جهانی اول این مسئله شدت بیشتری هم گرفت به خاطر اینکه مردها رفته بودن به جنگ، زنها خیلی از نقش ها رو گرفته بودن، خیلی از مسئولیت ها رو قبول کرده بودن و حتی بعد از جنگ هم چون مزه اون آزادی رو چشیده بودن میخواستن هر طوری که هست نشون بدن که با مردها برابر هستن و راجع به مسئله من یک کوچولو بیشتر براتون توضیح میدم. دلیل اینکه دارم این رو براتون بیشتر توضیح میدم به خاطر اینکه باید بدونید که شرکت مارلبورو دقیقاً چی رو هدف گرفته بوده. این جنبش فمینیستی که شروع شده بوده
زنها توش برای حق پوشششون، برای شکستن اون ساختارهای سنتی گذشته حق دوچرخه سواری داشتن می‌جنگیدن تا 1950. توی سال 1950 مشخص میشه که تنباکو و مصرف سیگار ارتباط مستقیم با سرطان، با مشکلات ریه و دهان و دندان داره. و اینجاست که شما این تغییر جبهه شرکت مارلبورو رو میبینید. خیلی مسئله جالبیه که چقدر تبلیغات رو به صورت هدفمند داشته انجام میداده. این شرکت تمرکزش رو از فروش سیگار به زنها برمی‌داره و سیگار کشیدن رو یک کاری که مردها انجام میدن، مردهای قوی انجام میدن، کابوی‌ها انجام میدن نشون میده. و اونجاست که یک ایده‌ای میسازه به اسم مارلبورو من. ولی شاید فکر بکنید که شرکت‌های سیگار فقط روی زنها و مردها فوکوس کردن. نه، اینجاش خیلی بگم جالب، خیلی عجیبه. باید بگم عجیبه کلاً. خیلی میان چیکار میکنن شرکت‌های سیگار؟ یک سری شکلات‌هایی درست میکنن دقیقاً شبیه به سیگار توی پاکت سیگار و برای بچه‌ها به فروش میره. دقیقاً همه چیزش مثل سیگارهای معمولیه ولی شکلاته. و این باعث میشد که بازار هدف خودشون رو برای آینده داشته باشن. و این باعث عادی سازی میشد، باعث این میشد که به محض که اون بچه به یک حالا سنی میرسه، اولین کاری که بکنه خرید سیگار باشه. البته بعدها غیرقانونی شد، اما این مسئله هنوز توی کشوری مثل اندونزی وجود داره. کشور اندونزی همین الان که من دارم صحبت میکنم، بچه ها سن سیگار کشیدنشون به تقریبا 3 و 4 سال شروع میشه و یک پدیده خیلی عجیبیه. ولی آره، و اتفاقا شرکت ها با تبلیغات خیلی زیاد توی سطح شهر باعث شدن که سیگار اون حالت اینکه پسرهای قوی انجامش میدن، پسر که نه، مردهای قوی انجامش میدن و سیگار کشیدن ارتباط مستقیمی با مرد قوی بودن داره، باعث شده که سیگار توی کشوری مثل اندونزی تبدیل به یک بحران بشه. یه چیز عجیب تری که خونده بودم این بودش که به محض اینکه خب مشخص شد که سیگار مضر هستش و آسیب میرسونه و خب تحقیقات رسمی راجع شده بود و اطلاع رسانی داشت میشد، اومدن برای سیگارها یک سری فیلترهای در نظر گرفتن. خب الان همه سیگارها فیلتر دارن و چیز عجیبی نیست، ولی خب اون زمان اینطوری نبوده. شرکت‌های مربوط به تنباکو و سیگار اومدن گفتن که این فیلتر باعث میشه که شما وقتی دارید اینجوری یه حالتی پک میگیرید، این فیلتر مواد مضر رو برای شما کاهش میده، فیلتر میکنه. الان که من دارم این حرف رو به شما میزنم، خیلی هممون میدونیم که اینطوری نیست، هممون میدونیم که اصلا اینطوری نیست، ولی اون زمانی مسئله جواب داد. میدونید چی میگم؟ این حرف رو باور کردن مردم و خیلی عجیبه. حالا من اینجا خیلی بیشتر راجع به سیگار صحبت کردم، اما تنباکو محصولات دیگه هم داره، مثل پان، مثل ناس، مثل گوتکا. پان یک نوع مخلوط از برگ تنباکو و آهک هستش که توی کشورهای مثل هند و بنگلادش. اما گوتکا چیه؟ ترکیب پودر تنباکو یا خمیر تنباکو با ادویه، با میوه خشک هستش که به صورت جویدنی و توی بسته‌بندی های کوچیک توی کشور مثل هند فروخته میشه. به این شکل هستش که میجونش و بخش ازش رو تف میکنن بیرون و به خاطر همینه که خیلی از دیوارهای هند یا روی زمین کثیف. البته عوامل دیگه هم داره، ولی خب چون بیشتر قشر مردم توی اونجا گوتکا یا پان مصرف میکنن، اصولاً کنار خیابونا کثیفه. من بهتون گفتم که از 1950 به صورت رسمی مشخص شد که خب سیگار کشیدن، تنباکو مصرف کردن باعث مشکلات جدی توی سلامت میشه. اما قبل از 1950 هم خیلی از نشریه‌ها و خیلی از دکترها هشدار داده بودن راجع به مضراتش. یکی از حکومت‌هایی که یکی از میشه گفت قوی‌ترین جنبش‌های ضد تنباکو رو داشت، نازی‌ها بودن. سران نازی و مخصوصا هیتلر نه فقط از سیگار، از تنباکو، مصرف تنباکو به هر شکلی متنفر بودن و خود هیتلر گویا سیگار میکشیده، اما از یه جایی بعد میفهمه که سیگار کشیدن پول هدر دادنه و معتقد بودش که مصرف تنباکو به هر شکلی باعث مسموم شدن و فاسد شدن آدم ها میشه. و همونطور که میدونید نازی ها و هیتلر خیلی به
سلامت نسل آلمانی اهمیت میدادن. به همین خاطر خیلی براشون مهم بودش که نه فقط مردها سیگار نکشن بلکه زنها هم سیگار مصرف نکنن، چون این میتونه روی ویژگی‌های سلامتی نسل‌های آینده تاثیر بذاره. سوال اینه که تنباکو چطوری اعتیاد آوره؟ رازش اینه آزاد کردن نیکوتین با آمونیاک. ببینید نیکوتین به صورت طبیعی توی گیاه تنباکو وجود داره اما مقدارش کمه. اگه ما بخوایم نیکوتین رو از گیاه تنباکو جدا بکنیم به صورت نمک هستش. پس شرکت‌های مثل مارلبورو، من زیاد از شرکت مارلبورو به عنوان مثال استفاده کردم ولی که توی اون زمان واقعا پیشرو بوده. خلاصه شرکت میاد با اضافه کردن آمونیاک باعث میشه که نیکوتین به صورت فرار در بیاد و این مسئله باعث میشه که خیلی راحت‌تر وارد خون و مغز بشه و اصطلاحاً اون ضربه رو ایجاد کنه، اون کیک رو ایجاد بکنه. میدونین چی میگم؟ اون رضایت رو ایجاد بکنه. خب هر کسی که هستید، هر جایی که هستید، امیدوارم که ویدیو رو تا آخر دیده باشید، امیدوارم که کلی چیز جدید یاد گرفته باشید و امیدوارم که راجع به چیزهای جدیدی که یاد میگیرید به دیگران هم بگید. سعی میکنم ویدیوی بعدی راجع به قارچ باشه. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدارتون.